بچه یه ایده خیلی خفن دارم. خب بچه ایده خفن بنیامین ای بود که میریم غذا رو میگیریم و ترکیب میکنیم با یه چیز دیگه میخوریم. ایده خفنشی بودش که اسهال شید. آره کثافت کاری میخوام بکنیم. پس با ما باشی. بنیامین گفتش بریم اینجا تم بخریم برای نمیدونم رو پیتزا رو باش پولم کنیم با پیتزا قاطی کنیم. خب اولی بگاهی شروع شد دوستان. بریم بعدی. آنباکس تو کانال یوتیوب. بریم بعدی. آقا بریم. هم بریم یه پیتزا 50 تومانی بگیریم. خرج میکنیم و بعد خرج. مانی برو. چند تا بگیریم؟ به خاطر رفاقتمون یادونام زیادی داشت. سعدادو انشالله بیفته تو ویدیو. نوشابه بگیریم؟ نه امید یکی از جنگ‌های رپ فارسی. الله اکبر. پیتزا 50. آره پیتزا 50 تومانی. برو شو بشه نام باشه. برو خود باید سفارش بدی برو. ایبر. چاش بچه اندازه چیرشو دارم. شلمان گاوه. آخه الان شیدی نگاه کن. آخه ماما امیده بیشتر از اینه. نه من آخه کجا واکو لحظه ببینی؟ نه من قطع و قبره رو ببین لحظه. ایبره کوچی ببا بعد مثل گوش حالا میگه بعد نه چرا مزه حاجی گربه. آقا بریم بعدی. خب بچه‌ها کوسیر ترین پیتزا چیز بهترین پیتزا براتون آوردیم. آیتم کس شده اول. وایسا مرسی آقا مرسی. یه لباشک بردارید بچه‌ها. بیاید اصلا براو لزباو. تو دوربین لنز برو جلوتر. نه اینجوری کنید. اینجوری پیتزا آیتم یواش. امید نصفش کن. یعنی اینقدر ما اسکلیم لواشک به پیتزا. راست میگه ببینید بچه‌ها لواشک. من خب بدون لواشک بخورم. نه گوشتی شدی میخوری خب نفر من باشه. یه لباشک اینو میزنیم به سلامتی رونالدو. نمیخواد بریم. آقا باش نخواید واسه هم با هم بخوریم. واسه بچه‌ها نخواید هم با هم بخوریم. حضرت عباس نیست باشید. نیستی تو ویدیو. اوه چرا کاش که نبودی تو ویدیو. بچه‌ها واسه همه بیارید بخوریم. بنیامین کسکش لواشکی رو گذاشته عقب به لواشکی نمیرسه. ای کس اینجوری بذارید لاشیا. مگه حالم بد شد. خوردی بریم. نه بریم. بنیامین الکی حالم بد شد. آقا بدونش امیده حرومزاد. چرا با گام میگه. بچه‌ها یه لحظه اینو میزنم به سمت قم کاسه خالقم. بچه خیلی با لواشک خوردن. واقعا دارید با لواشک. منم می‌کنم. یه ماچ بخوریم بگی با لواشک. من خوردم. نه بیا باید که یه یه کامل لواشک خوردم. بچه خدای خوبه. بعد نیستش خدا. بچه‌ها بخورم. پیتزاش ولی خورده من نمیدونم چی درست شده 50000 پیتزا شادی خوشمزه علاوه کلیه. خدای بچه‌ها. خواستید به گوز خدایه بیافتید که تو خواست. همه شخصی به سمت گفتید علف ببینید.
اوکی شمانم. بچه‌ها لایو بذاریم دونیت هم می‌کنیم تو کامنت ها بگید. آقا هر کی نظر دونیت کنه وایسا. میلاد 1 تا 10 2 بنیامین 10 10 بله نه واقعی نه واقعا تا خدای منفی 1 منفی 1 امید بدون شوخی نه وایسا نه من یه نمونه دیگه برام دارم. میلاد گفت 2 دیگه من واقعا میگم 1 چون که خیلی بدمزه بود. امید تو چه بود به پیتزاش 5 میدم پیتزاش خوش من به پیتزاش 8 میدم به ترکیبش 7 میدم خدای خوشمزه بود سپهر آشغال خوره سپهر دیگه خدای خوشمزه دیگه بود بریم دومی. به آقا بریم پیتزاش بعدی. 2 میدم تا من آرد میده بریم آقا بریم به سلای بعدی بگیریم برو بسنی خوش اصلا میخوای کلی جا رو بخرم دشمنی میگه داری بگیر خوراک ما نمیشه بگیری؟ آره من میگم میلاد همینو بگیریم ماس کجاست؟ یه ماس ماس یه ماس تو دیگه همه چی؟ با یه نوشابه چی کاری بفهمم راحت میشن آقا نه نمیشه کارت نمیگه دست کن بستادای خوشحال باش آره کارت کارت بده بریم سراغش آقا اومدیم خونه یه ترکیب هیجان انگیز $1,000,000 چیپس چیز پفک چیپس دیدی گفتم اصلا تو خب اسکم شدیم بچه‌ها چه پول اینه دادید 70 تا چه بودیم نباید نشه با دست میخوریم دیگه لجر بازی 3 تا مرده بچه‌ها اینا رو آتیش کنم باید. بازی کرده ای دو آتیش که بابا نوست ازم بریز روش بریز وای بچه ما سیرم بچه ها بچسبه در له میشه فکر کی فیلم بردار شما با فیلم بعدا شوخی نکن آره. بخور سپتو اولو آقا یه قاشقا رو بردار تعمش چیشی میده با سپه بستنیش میخوره بیشتر بستنیش رو سپره خورد تعمه چیشی میده سپه همیشه یک شکلات میده که ببینم اون سریزه خورد بخور خودت نیم بخور با بستنیش بخور با بستنیش خیلی خوشمزه یعنی بخور چند تا افغانی بخرم نشسته یعنی اینجوری پفک و دستنی وانیلا بچه ها نظر آقای بنیامین من نزنم 4 آقای امید 0 من 4 9 بچه خدای خوشمزه بود شما خیلی بچه امیدوارم این ویدیو لذت کافی رو برده باشید تا ویدیوی بعدی خداحافظ امیدم اونجا خداحافظ میکنم خداحافظ